دورس بتاش بخیر با شرطی که شراب نباشه. شراب شو نباشه. نه نه کلبسه و همچنین گفته است گوشت خوبه. باشه و شراب باشه درست نیست. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در گناه و جنایت هرگز کمک نکنید میگه خدا. یک روی دیگه پرسیده است که ما مثلا بعضی اینا دعوا میکنن دخترها هم یا طعن هم میزنن که مثلا شما مردک نیستید. خب ما از خدا میترسیم مثلا. ماشاءالله. حقیقتا مردی ای است که شخص نفس شب خفه شهوت شب خفه با شیر مردیت سگ ابلیس سید کرد ای به هنر بمیر که از گوره کمتر مردی گمان مبر که به پنجست زور و کیف با نفس اگر برای دونم که شاطری شیر مرد کسی را میگن که نفس قبیله میتونه شیر مرد کسی را میگن که همون شهوت خیشه راه گرفته میتونه ای زینا و ای کاری حرام همه میکنه ای آدمو دا با خر همین از زیادتر میکنه اکم خر با جوان مرد میشوه بینبی قولیما گفته‌اند در شهوت همه نوع فروترند زی خر حقیقتا همون محققان میگن که در همین شهوت یگان چیز به خر برابر نمیشوه فقط خری نرا دیده نه خدو میدوه اون گریخته است هم مودیانش هم را میپره قولیمان گفته‌اند در شهوت همه نوع فروترند زی خر پس چرا مرد شهوت راند که در آن هست او زی خر کمتر این جوان مردی نیست این خریگری ای زینا یا روی عقل فروست نیست مردی او است که نفس اختباس بداری و این زینا گناه کبیره ای حتی خدای تعالی نگفت که زینا نکنه گفت ولا تقربوا زینا با زینا نزدیک نشوه که این کاری فاحشه و بسیار بد راهی است یعنی که با زیناکار دوستی نکنه هم نشینی نکنه از دواعی زینا دور باشه انما بوس و کنار و گپی شهوانی پرتفتن مقصد انما اشاره و چشمک زدن از همیا خدای تعالی میگه خودتون کنار بگیره زینا اوس بیسته اوی جوان مردی نیست از برای خدا که مقصد که شخص زینا کنه و با کتگی کنه که ما مرد این مردی نیست این کمال نامردی ای روایت میکنند اولی همین قصه فقهای بزرگ مدینه منوره را برای تو کردم که همین یک نفرش سلیمان ابن یسار رحمه الله نام داره به نهایت صاحب جمال بوده است قامت بلندی سفید پوستی همه خیلی صاحب جمال بوده است که این را زیبای عرب میگفتن حتی در عصر زمانش میگه همراه دوستش محمد ابن واسع رحمه الله قصد زیارت خانه خدا میکنند در راه میآیند همین دو نفر تنها بودند هر کجایی که شب میشود خیمه دوستان خیمه را میزدیند تردد میدیدیند یکو خوراکک میپختیان میخوردیان خود میکردیان با روز دیگه سفرشون دوام میدادیند قدرت خدای تعالی یک جو خیمه را میزنند در همون نزدیکی یک قبیله عرب زندگی میکرده است محمد ابن یسار میگه که سلیمان ابن یسار اگه قصد خرابپزی داره در خونه محمد ابن واسق هزم جمع کنی رفته است همین وقت میگه زنی همون سروری قبیله مردو نبودیان همون زنکو بودیان زنی سروری قبیله میویا قچه پیشنهاد میکنه همین قد صاحب جمالی بوده است که عاشق شیده بوده است لامیه دیده میگه قچه پیشنهاد میکنه این حضرت میشینه چنان با علم گریه میکنه که زنک نگه دوره کرد همین نگه دوره 5 دقیقه و 10 دقیقه و 20 دقیقه میگذاره نه که این گریه را بود کنه بعد اشاره میکنه که این قصد سالیم نبوده است گفتی گپایی نمی فوسیقه و فعیشه و مردک نبوده است میبرویه میروه محمد ابن واسع رحمه الله میدرویه که حضرت حالی رم گریسته است با میویا پسکوبش میکنه که علت گریه چی است برای چی گریستی همین میگه حق در سر دیر ششته میگه که من نمیدونم چی کمبودی کردم که خداوند با یک امتحان مبتلا کرد که خدای بزرگ خودش پناهم داد نباشد چوب چی میشی همون مقصدم تری از زن اومد چه پیشنهادم کرد با ایران در برش بشینه و گریه را میبرد دو کسا با میگه تو چی در دوری تو چی گریه میکنی گفت من میترسم که اگر در جوی تو نشیدم طاقت کردن نمیتونستم این را ببین حضرت میگه در خواب حضرت یوسف علیه السلام رو میبینم محمد علی سلیمان ابن یسار خشاب و حال میگه جوان مردی نیخیل میشوند آنمی کاری تو کاری مقصد رفتار و کرداری پیغمبرای خدای
پیغمبرای خدا را نکردن. این جوان مردی نیست که دست به زنا و به حرام بزنی بود بعد با کتبی که مردی اصلا زیناکارا روزی خوش ندارن در این دنیا. عیف نساء الناس تعیف نساءکم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این گپ یگون مخلوق نیست. حضرت میگه عفت زنهای مردم به جا بیاره تا اینکه عفت زنهای شما را به جا بیارن. قاعده همین است. وقتی که زنی مردم مقصد با چشم شهوت دیگه نکردی، با زنی ترم با چشم شهوت دیگه نمیکنن. دست درازی و تعرض کردی با یقین بدون که با یک نفر ای خانواده تا می کار میکنن. چو بد کردی مشو ایمن زی آفات که واجب شد طبیعت رو مکافات. امام غزالی قصه میکنه میگه یک زرگر به دست خیلی زرگر مردم عادتا آدمای پولدار میشون. بسیار یک زنی صاحب جمال داشت. در خاندانش میگه یک سقا بود. سقا شخصایی که آب میکشن میارن و با آب تامین میکنن. زمانهای پیش ودپرواد نبود. همین سقاها گپ زنان میکردن با یگان خانواده دگلار بود بینشو. مثلا مدتی یک هفته یک ماه با آب تامین میکردن و مبلغ میگرفتن. دویمی مقصد کار میکردن. یک روز همون سقا میگه آب آورد فرو ورده. نخواست همی زنی همی زرگر دید. میگه اومد در پیشش با زانو زد. زانوهاش آغش گرفت. گو من همی خیلی ترا دوستی میدارم که اگر جان ما طلب کنی جان ما مزای خد نمیکنم. که او زنه کم بزیار زنه که پاک دامن دشنام حقارتش کرد زد راندش. با گریه و مولا میگه او مرده گریخ برفت. شب وقتی میگه زرگر در اومد زن ششتگی است. گفت چیکار کردی راست شب بگو. شوهر شب. گفت هیچ کار نکردم بگو تا بد نکن. چیگه پشیدگی هایی. همیش سقا 15 سال خدمت خانه ما را کرده است. تا حاضی را همی کمبودیوش ندیدم. تا حاضی را ندیدم که در یک وجه حتی سرش نمی برداشت. این روزی که جرأت کرده مقصد اینم اومد زانوی مرا قشو گرفت. راست شب و چیکار کرده این رو تصیح نکرد. و برای حدیث پیغمبر این گپ اون مخلوق نیست که بگیم شاید خطا کرده باشه. عفت زنهای مردم باز نگه داره تا عفت زناتون نگه بدارن. زرگر گفت یک زنی صاحب جمال دکان اومد. این چله را میکنه در دستش نمیشه ایش نمیشه و یک چله را خودم گرفتم میگه در انگشتش دوختم دستش بسیار سفید زیبا بود. همون دستم میگه اندک کم فشار دادم که سبحان الله اینقدر دستای زیبا داری. این هم یک کم بودی کردم. رود سیاه بود. هرچی ای پیشتر نرفت یعنی کابو بدتر میشی. عیف نساء الناس تعیف نساء. عفت زنهای مردم نگه بداره تا اینکه عفت زنهای شما را نگه بدارن. قاعده همین است. برای همین این زنا جوان مردی نیست. مرد کسی را میگن که با وجود اون که شهوت داره خشم نگه میداره. میگه اون یکی میگشت حضرت مولوی میگه یک آدم میگه در دست شام در بازار گشته است. بلفضول گفت تو رو ای فلان هینچی میجویی به سوی هر دکان. یا آدم دید گفت مرد چی گفتستی تی قدر در دست شام در روز روشن در دکانو. گفت میجویم به هر سو آدمی کو بود حی از حیات این دمی. او ما یک جوان مرد گفتستم آدمی حقیقی. اون یکی گفتش که هست بازار پر مرد مانن آخر ای دانای حر. ای خونت پریگنده گفت همین بازار دا همه مردکان همه مردک شیشتگی هست. آخر حجت به شم گرفتن دکان با دکان کفتن نیست. گفت جویم مرد در جاده در راه در وقتی خشم و هم به هنگام شراه. وقتی خشم و وقتی شهوت مرد کو طالب اویم مقصد کو با کو. یعنی من میگم مرده که در دو حالت جستجو دارم. وقتی که در حالت خشم غضب باشه و در حالت شهوت باشه. در همین دو حالت میگه همون مرد کو من معمتری مرد گفتستم. کو در این دو راه مرد در جهان تا فدای او کنم امروز جان. همتری جوان مرد که جدای به خدا قسم گفت جان ما فداش میکنم. ترک خشم و شهوت
مقصد این روحی پیغمبرای کاری هر کس نیست، کاری هر بز نیست. خیر من گفتم همین جوان مردایی را که میبینه که یا عفت دارن یا شرم و حیا دارن، وقتی زنی بیگانه را میبینن سرشون خم میکنن، گو همین با یقین بدونه که انشالله پیش پروردگار هم حکم ملائکه را دارن. خداوند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که انا حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله. من حبیب الله هستم، همین جوانی که در عبادت خدا نشأ نما مییابه، جوانی که به خاطر خدا انمو شهوت میکشه، شهوت های میزنه، او را حبیب الله های. برای مرد کسی در خواهر اسلامی اکن بعد سلام و بخشش بسیار گفته است که شوهرم بسیار وقت مست میاد به خانه، انا با زنها زنا میکنم، به همین من زندگی کنم یا نه گفته است. مرا لط و کوب میکند آیا با این گونه شوهر زندگی کردن جایز است؟ التماس جوابش را گردان. چند سال بود اسی زندگی میکرد؟ اکنون نگفته است، همین قبول است که اصلا شوهرم عرخره زناگره میاد با لط و کوب میکنه، آیا با زنهای بیگانه زنا میکنه، آیا من به همین زندگی کنم یا نه؟ اصلا همین در نکاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کفر را تأکید کرده است. تخیر لنطفکم وانکحوا الاکفاء. حضرت میگه برای امو نطفات و برای تخمتون مقصد که زمین خوب اختیار کنه و وقتی که نکاح میکنه زن بگیره کوشش کنه که هم کفوی خودتون بگیره، هم کف بگیره. هیچ وقت مردی فاسق فاجر با زن صالحه هم کف شده نمیتونه. اینجا عیب بیشتر از هم پدر و مادرها هست که اهمیت نمیتن. ای خیلی کار داره و دکان داره و تجارت داره و فلان داره گفته این نگاه نمیکنه که اوی همین مستقیم بنده خدا هست یا نیست و چی کار و بار مشغول عبادت چند میکنه نمیکنه، همین طرف مسئله دینیش اهمیت نمیتیم و بعضی بیچاره همتری در عذاب و در مشقت میغلطن. عیب اساسی را من در همین میدونم که شاید در وقت در پدر و مادر نگاه نکردن که در کی میتن. عیب دویم همیشه در زنه، اول زن و آخر زن و آنگه زن مرد. اگر زن همت داشته باشه، اگر همین سعی داشته باشه، اگر بخواهد که مرد اصلاح کنه، به خدا قسم خداوند تمام شرایط امکان براش فراهم می‌کنه. خواب نمیکنه مرد که کنه. خوابش کندن در کار نیست، اصلاحش کردن میتونه. یک زن پیش یک حکیم اومد، تو همین شوهرم دردی سرای، همین گیزله حقارت میکنه، گپی خوب نمیزنه، این کلی آووشی میکنه، روز ندارم خطش چیکار کنم. همین را یک گرمیش نمیکنی، گرمیش دهنش بند. با این هم نمیگه که خیلی دهن بند گرمی رو ایچ رو اسلام نیسته، آدمی به حکمت و به عقل است. میگه میکنم من یکی شرطاش بسیار وزنی نه. میگه چیکار کنم؟ هر شرطی بفرمی اجرا میکنم. میگه از موی یالی شیر نر یال داره کو یک چند خیلش در کاره روی دهنی او را بستن گرمی کردن. فقط ای شیر زنده ای که در طبیعت های در ایزوپر نمیشه، ای طبیعت نمون مقصد که او میره اون مرغزارو مقصد همون شیره شکر میگیری موی شیر زنده نوبسته بگی بیار ایشالله اون طرف تنیمه. این زنک سراغ میکنه میره و همه بیشه یک شیر داشته است. خطی همون شکرچوی اگر میزنه که چخیل کنم که همین شیر رو مقصدی چیم نگم. گفتن همین شکم که سیر باشه هیچی نمیگم. تو کوشش کنی همین شیر شکمش داریم سیر باشه. این همین هر روز همین بز یک گوسپند میکشته میبرده همون جا میمونده است خودش بروی درخت میبرده شیر میومده است همون را میخورده میرسیده اومخته شده است دیگه شیر. همون ساعتی که همین زنک میوید کو دیگه همون انتظار میایستاده است که کی همین میوید. بعد چند مدت دیگه همین قضیه نزدیک میشود که میخوره در پیش شیر میسته، شیر همون خوراک خورده است هیچ نمیگه. یه روز دست شد روز میکنه سیلش میکنه که قرآن با همین یه روز استفاده میبره فرصت قیچی بود دست قطعش چند مورا میبره و با یک خرسندی و شدی دوام میاد پیش همین حکیم. این حضرت این گفتگی تا اجرا کردم تو را مردک شو که اجرا کن. این شیر زنده آوردم. من میگه خواهر همین شوی تو قدی همون شیری نرگیز داره. دیگه بودی یک شیری و شیره که آدم هم میخره دیل شیفتی اخیر هیچی نگفت حتی مو شبریدی گرفتی آوردی نگوهم یک شورت دلوش نرای. ایزن خیلی چیزا وابستگی داره.
ولی مینولن دعوا میکنن الا شوهامو زن گرفت فلان کرد. آخه تو زنی حقیقیش شد یادی زن نمیکنه. بله. زنی حقیقی باش خراکک شب پس نزد خونش داد و فیغان نکه هر وقتی اومد تبسم قطعی قبولش که با تبسم گسیلش که از برای خدا اگر همی تو زنی حقیقی شای هرگز همه شوهری تو ارزوی زنی دیگه نمیکنه. خودشو میلنگن همی پاود میتنه بعد شکایت عرض داد و فلان و بسم الله. ولی یقین است اگر همی زن واقعا اگر همی زن غیرت داشته باشه سعی تلاش داشته باشه علاجی نداره که شوهر در او عاشق نشود. همین پود سرس و مشینه через жилудок میگن روز. همین شکمباش از سر که خراک دل خوش در وقتش بیار. آبا چند نجکنش در وقتی هم خراک خری آروم باش. همین زنای صحبت یک تعلیم بگیره از برای خدا. تمامی زینت چونه در پیش ایشون میکردن. همون چلوهای طلایی و گوشتبرهای طلایی و گردنبندهای طلایی را در نزد شوهر استفاده میکردن. در توی تماشای بیگناهانه. همش گوشتبر را نمیکنه که یکی خوب میرم نشکنه. در اینجا گردنبند نمیکنم کی میبینش؟ تو برای مردم گرفته یا برای شوتا؟ در پیش شوت خطا زینت بته. شو که اومد خشروک خطا خشروک دلکش که همه ببیند حواسش کنه. او بیچاره اون مردک میایه خونه زنش میاد بوی اوغل کرده است گیگو تازه کرده است بیچاره و گو جوشیده است. او زنکای بگونه را میبینه همکاروش را میبینه همش عطر و پزدگی بوی خشرو میکنن. البته که بعد حواسش هر سه میره. از زن بسیار چیزا وابستگی داره. زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. آقای زنکی خوب باشه صالحه باشه پارسا باشه بخدا قسم همین مردی درویش پادشاه میکنه. همون مردک هم شکرانه نعمتی پروردگار میکنه. بخدا قسم پادشاه احتیاج به همین زن بسیار چیزا وابسته. اگر همین زن بدونه که حق و حقوق شوهر در زیباش داره حتی پدر و مادرش نداره. انا لا عقل چخیلی که پدر و مادر احترام میکنه شوهر احترام کنه پدر و مادر شوهر احترام کنه انشالله در زندگیشو یکون مشکلی نمیشه. خیلی بعضا یکون زندگی به نشه به فراز نمیشه به شکست تاریخ نمیشه یک هم بود یک میشه اما حل شونده هم کویو دویدن گسلت و کادونه به شرطی که زن اگر بخواه خاص داشته باشه انشالله همین مردی درویش پاچو میکنه چی برسه به اینکه یک اوبوش اصلاح کنه یک الکگولیک اصلاح کنه میتونم به خدا قسم. حضرت ام سلیم صحابه زن ای از بنی نجار است. این زن وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرد هنوز در یثرب بود در شهر مدینه منوره ایمان آورد. حتی شوهرش میگه قهر کرد. مالک ابن انس داره شوهرش قهر مالک ابن انس قهر کرد اومد برفت دیگه هم تا بینام نشان گم شد رفت. میگه یک جوان مردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه تخلصش ابو طلحه حضرت بسیار صاحب جمال با دولت بسیار حکیم و با سواد و با علم شخصی محترم بود. نزدش اومد گفت یا ام سلیم را نمیگیری؟ گفت میگیرم لیکن تو با فکر که اما مهریه را داده نمیتونی. گفت با خدا قسم جان من میتونم برای تو مهریه را بپای من این وقتش عاشقی تو مقصد همین روزی باشی هر مهری بفرمی بفرم ای دختری کتر مهری زیادتون میتونم. گفت مهریه من کلمه شهادتی تو این همه کلمه شهادت بگو میگیرم مولی دنیا در کارم نیست. و بینه شوهری را که در قیسه و در فکر مسلمان شده نبود امی زن مسلمان کرد باز چی مسلمانه یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوی تمام مسلمان ها میشناسنش. برای همه ایزان بسیار چیزا وابسته است. خداوند بخت اقبال به طریق خواهر و خیلی که کاری شدگی شید شاید گمان میکنم که یک سال و دو سال قطعی او زندگی نداره. اگر به شرطی که سعی کنه و همون شوهر را اصلاح کنه انشالله جهاد در راه حق کرده است. اون مقصدش که همون زینای کام بگم چی نداره در نکاح میگه مشکل اینجایی که همین زینوکار مردم در طایفه میشود. زینوکارایی هستند که زینا را نعوذ بالله حلال میدونن. کسی زینا را حلال و درست بدونه او از دایره الاسلام خارج میشود. او از زنش طلاق میشود یه جای گپ نیست.
اما اکثر زیناکارا کسایی هستند که میدونن که زینا حرامه، اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن، متاسفانه دست به همین کار میزنن. شخصی که ای طایفه باشه او مقصد مسلمانی فاسق. ولی ما نمیتونیم بگیم که ای نظر شریعت که هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود. اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است، میگه قول علمای متقدم، علمای پیشینه ما صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلدار زنا کنه زنش طلاق میشود. اما میگم متأخرا در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیست. برای همین اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود. خود امام قرطبی میگه که نزد من اما قول علمای پیشینه، علمای سلف میگم محمودتر است. اکنون مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است. عادتا برای وقتی سوال میکنن ما میگیم شد است طلاق، برای که مردم ای طلاق میترسن، ای گناه کبیره نمیترسن. و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن، میترسن. نه که بگوی که طلاق نمیشه و گناه کبیره میشه در قصهش نیست. در صورتی که خدا پناه بده یک عمر سرت بیزن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی. مردم که عقل فراسد ندارن، حضرت میگفت کلم الناس علی قدر عقولهم. از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است. پروردگار حفظ کنه. زن بسیار چیزا وابسته. اگر همین زن بدونه که حق و حقوق شوهر در زیباش داره، حتی پدر و مادرش نداره. انا لا عقل چخیلی که پدر و مادر احترام میکنه، شوهر احترام کنه، پدر و مادر شوهر احترام کنه، ان شاء الله در زندگیش یگون مشکلی نمیشه. خیلی بعضا یگون زندگی به نشه به فراز نمیشه و به شکست تاریخ نمیشه و یک کمبود یک میشه و اما حل شونده کویو دویدن گسله تو کادونه به شرطی که زن اگر بخواه قصد داشته باشه ان شاء الله همین مردی درویش پاچو میکنه چی برسه به اینکه یک اوباش اصلاح کنه، یک الکگولیک اصلاح کنه، میتونم به خدا قسم. حضرت ام سلیم صحابه زن ای از بنی نجار است. این زن وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرد، هنوز در یثرب بود، در شهر مدینه منوره ایمان آورد. حتی شوهرش میگه قهر کرد. مالک ابن انس نام داره شوهرش، قهر مالک ابن انس قهر کرد، اومد برفت. دیگه هم تا بینام نشان گم شد رفت. میگه یک جوان مردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه، تخلصش ابو طلحه حضرت، بسیار صاحب جمال، با دولت، بسیار حکیم و با سواد و با علم، شخصی محترم بود. نزدش آمد گفت یا ام سلیم را نمیگیری؟ گفت میگیرم. نه که تو با فکر که اما مهریه را داده نمیتونی. گفت به خدا قسم جان من میتونم برای تو مهریه را بپای، من این وقتش عاشقی تو مقصد همین روزی باشی هر مهری بفرمی بفرم. ای دختری کتر مهری زیادتون میتونم. گفت مهریه من کلمه شهادتی تو. این همه کلمه شهادت بگو میگیرم. مولی دنیا در کارم نیست. و بینه شوهری را که در قیسه و در فکر مسلمان شده نبود، امی زن مسلمان کرد. باز چی مسلمانه؟ یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوی تمام مسلمان ها میشناسنش. برای همه ایزن بسیار چیزا وابسته است. خداوند بخت اقبال به طریق خواهر و خیلی که کاری شدگی شید. شاید گمان میکنم که یک سال و دو سال قطعی او زندگی نداره. اگر به شرطی که سعی کنه و همون شوهر اصلاح کنه انشالله جهاد در راه حق کرده است. اون مقصدش که همون زینای کام یگون چی نداره در نکاح میگه. مشکل اینجایی که همین زیناکار مردم دو طایفه میشوند. زیناکارایی هستند که زینا را نعوذ بالله حلال میدونند. کسی زینا را حلال و درست بدونه او از دایره الاسلام خارج میشود. او از زنش طلاق میشود، یه جای گپ نیست. اما اکثر زیناکارا کسایی هستند که میدونن که زینا حرامه، اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن، متاسفانه دست به همین کار میزنن. شخصی که ای طایفه باشه او مقصد مسلمانی فاسق. ولی ما نمیتونیم بگیم که ای نظر شریعت که هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود. اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است، میگه قول علمای متقدم، علمای پیشینه ما
صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلدار زنا کنه زنش طلاق میشود. اما میگم متأخرو در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیست. برای همین اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود. خود امام قرطبی میگه که نزد من اما قول علمای پیشینه علمای سلف میگم محمودتر است. اکنون مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است. عادتا برای وقتی سوال میکنن ما میگیم شد است طلاق. برای که مردم ای طلاق میترسن ای گناه کبیره نمیترسن. و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن میترسن. نه که بگوی که طلاق نمیشه و گناه کبیره میشه در قصهش نیست. در صورتی که خدا پناه بده یک عمر سرت بیزن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی. مردم که عقل فراسد ندارن اما حضرت میگفت کلم الناس علی قدر عقولهم. از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است. پروردگار حفظ کنه.